سلام به شما دوستان عزیز، تیرکس زهرا هستم از کانال تیرکس تیشتری. در این ویدیو درباره تریگر لاین ترسیم در حالتهای مختلف توضیح میدم. ویدیو رو حتما تا آخر ببینید. یک سری نکات ریزی گفته شده که مطمئناً براتون کاربردی و مفید هستش. همونطور که در ویدیوی قبلی من توضیح دادم، ما انواع تریگرهای ورود داریم برای ترید در تایم تریگر که یکی از اونها ابزارهای ترسیمی بود و یکی از ابزارهای ترسیمی ما میتونه خط تریگر لاین باشه. حالا برای ترسیم خط تریگر لاین به صورت کلی روش اون به چه شکل هستش؟ اینجا یک سطح مقاومتی یا یک سطح حمایتی. قیمت در تایم تریگر به سطح ما میرسه. برای این هم به همین شکل. حالا اینجا من فرض کنیم این کندل های ما باشه. برای ترسیم خط تریگر لاین در تایم تریگر به این صورت عمل میکنیم که در یک روند صعودی، یعنی زمانی که شما قله‌های بالاتر از قله‌های قبل و دره‌های بالاتر از دره‌های قبل داشته باشیم، از دو دره آخر مینوری در روند صعودی، از دو دره آخر مینوری در تایم تریگر، از شادو به کلوز کندل ها با بیشترین شیب ممکن یک خط رو ترسیم میکنیم. این میشه ترسیم خط تریگر لاین در تایم تریگر برای یک روند صعودی که از دو دره مینوری آخر از شادو به کلوز با بیشترین شیب ممکن که این شیب متناسب هستش با زاویه 30 الی 45 درجه. و اگر شما یک روند نزولی داشته باشیم، یعنی قله های پایین تر و دره های پایین تر از دره های قبلی ایجاد شده باشه، از دو قله مینوری آخر از شادو به کلوز کندل ها با بیشترین شیب ممکن این خط رو ترسیم میکنیم. این روش کلی هستش برای ترسیم خط تریگر لاین در سبک تیرکس در تایم تریگر. حالا ما با توجه به اینکه قیمت میتونه در تایم تریگر با ساختارها و الگوهای متفاوتی به سطح ما رسیده باشه، انواع تریگر لاین رو میتونیم در حالتهای مختلف برای قیمت در تایم تریگر داشته باشیم. لیست انواع خطوط تریگر لاین رو که میتونیم در حالتهای مختلف ترسیم کنید و براتون می‌نویسم. انواع خط تریگر لاینی که میتونیم داشته باشیم در تایم تریگر. خط تریگر لاینی میتونیم برای ماهیت داشته باشیم. اگر بخوایم بر اساس ماهیت سطح که در جلسات قبلی توضیح دادم ترید کنیم، به چه صورت باید اون خط تریگر لاین ترسیم بشه؟ بر اساس مگنت و برای return to pivot برای pull back برای الگوهای هارمونیک به چه صورت خط تریگر لاین رو ترسیم کنیم
الگوهای هارمونیک و برای حرکات شارپ. پس خطوط تریگل لاینی که میتونیم ترسیم داشته باشیم بر اساس ماهیت، بر اساس مگنت، ریترن تو پیوت، پول بک، الگوهای هارمونیک و حرکاتشون. خب یک سطح داریم، قیمت در تایم تریگر به سطح ما رسیده، در ترید بر اساس ستاپ ماهیت ما گفتیم یک ترید زود هنگام داریم، یعنی قبل از اینکه در تایم ساختار پیوتی تشکیل بشه، زمانی که قیمت به سطح رسید ما میریم در تایم تریگر و با نشانه ها و دلایل وارد بازار میشیم که یکی از تریگرهای ورودمون هم خط تریگر لاین هستش. برای ترسیم خط تریگر لاین هنوز پیوتی در تایم ساختار تشکیل نشده. میایم از دو دره مینوری آخر با اون شرایطی که گفتیم از شادو به کلوز کندل ها این خط تریگر لاین رو به امید شکسته شدن و تشکیل پیوت در تایم ساختار ترسیم میکنیم. این میشه ترسیم خط تریگر لاین بر اساس ماهیت هستش. برای ترسیم خط تریگر لاین برای مگنت، قیمت خودش رو به یک سطح رسونده. در ستاپ مگنت گفتیم که ما با توجه به محدوده اعتیاری پیوت ها که میتونه قیمت در تایم های پایین در اون محدوده اعتیاری نوسان داشته باشه، به امید شکست سطح و نفوذ قیمت در عمق بیشتر سطح چکار کنیم؟ در تایم تریگر ترید داشته باشیم. قیمت به سطح رسیده و در تایم تریگر خط تریگر لاینی که ترسیم میکنیم برای مگنت، میایم از دو قله مینوری آخر با اون شرایط از شادو به کلوز خط تریگر لاین رو ترسیم میکنیم به امید اینکه این شکسته بشه و قیمت بتونه ادامه حرکت رو به سمت بالا داشته باشه. دیدگاه ما برای خط تریگر لاین بر اساس ماهیت اینه که ما دیدگاهمون اینه که تشکیل پیوت صورت بگیره و برای مگنت هم اینه که نفوذ بیشتر در عمق سطح رو داشته باشه. برای خط تریگر لاینی که میتونیم ترسیم کنیم برای ریترن تو پیوت ها هستش. قیمت به یک سطح رسیده، در تایم ساختار پیوت تشکیل داده شده، میریم در تایم تریگر و زمانی که قیمت برمیگرده به سمت پیوت، قیمت برگشتی داره به سمت پیوت و در اینجا ما میایم چه کار میکنیم؟ خط تریگر لاین رو از دو دره آخر مینوری ترسیم و با شکست اون وارد ترید میشیم. پس در اون ترسیم خط تریگر لاین بر اساس ریترن تو پیوت هم ما دیدگاهمون اینه که قیمت ریورس بشه، اما با این تفاوت که در ریترن تو پیوت ها پیوت در تایم ساختار تشکیل شده، قیمت یک برگشتی به سمت FTC یا پیوت داره و ما میایم به صورت کلاسیک و با ترسیم خط تریگر لاین از دو دره مینوری در اینجا در روند صعودیمون از دو دره مینوری آخر از شادو به کلوز با اون شرایطی که گفتیم چه کار میکنیم؟ خط تریگر لاینمون رو ترسیم میکنیم. یک سطح داریم، قیمت اومده سطح ما رو شکسته، یک پول بک انجام داده و حالا ما میتونیم با ترسیم خط تریگر لاین در تایم تریگر از دو قله مینوری آخر
این خط تیری از شادو به کلوز ترسیم کنیم به امید شکستن و ادامه حرکت. این هم برای ترسیم خط تریگلان برای پولبک در شکست ها بود. حالا ترسیم خط تریگل برای الگوهای هارمونیک به چه صورت هستش؟ برای ترسیم خط تریگل لاین الگوهای هارمونیک اینجا ما یک سطح داریم و قیمت تشکیل یک الگوی هارمونیک رو داده. این الگوهای هارمونیک ما در یک محدوده مستطیل یا این مربع شکل در حال نوسان هستند. برای ترسیم خط تریگل لاین میایم از منشأ این حرکت صعودی، جایی که این حرکت و این لگ صعودی شروع شده، یک خطی در امتداد اضلاع این مستطیل ترسیم میکنیم به همون روش از شادوها به کلوزها و با شکست اون ورودمون رو انجام میدیم. برای حرکت های شارپ هم شما اینجا یک بیس حرکتی دارید. قیمت با یک حرکت شارپ از این محدوده خارج میشه، خودش رو به سطح میرسونه و یک دره مینوری دیگه ایجاد میشه. ما برای خط تریگل لاین حرکت های شارپ هم از این پیوت میانی یا اون دره و قله‌ای که در پشت این حرکت شارپ هستش که اینجا قله مینوری ما میشه، در پشت این حرکت شارپ از شادوها به کلوزها یک خطی رو با شیب همون 30-45 درجه ترسیم میکنیم. حالا بریم همین ترسیمات رو روی چارت با هم دیگه داشته باشیم و مواردی رو براتون نشون بدم روی چارت. در چارت طلا شما اینجا یک حرکت شارپ دارید. بیاید من یه تایم پایین تر میریم. در این تایم پایین برای گفتیم حرکت های شارپ از این قله‌ای که مینوری هست، اون بیسی که در پشت این حرکت شارپ هستش، از شادو به کلوزها یک خطی رو چکار میکنیم؟ ترسیم میکنیم. این میشه ترسیم خط تریگل لاین برای حرکت های شارپ. یا اینجا هم به همین صورت ما اینو داریم، یا اینجا از شادو به اینو در تایم پایین یه تایم پایین تر اگر بریم، یک تایم پایین تر این مشخص هسته. شما اینجا برای این از این برای این حرکت شارپ میخوایم یک خط تریگل لاین ترسیم کنیم از این قلی، از این دره پشت حرکت شارپ به این قلی که هست از شادو به کلوزها ترسیم میکنیم. بریم مثالی هم داشته باشیم برای خط تریگل لاین های ماهیت و پیوت. البته خب ترسیم اینها رو ما بعدن که فرصت و زمان در اختیارمون باشه و بخوایم ویدیوهای ستاپ های مگنت، ماهیت، پیوت و ستاپ ها رو براتون ضبط کنیم، اینا رو مسلما خیلی روی چارت باشون سر و کار داریم و ترسیم اونها رو روی چارت میبینید که به چه شکل ورود داریم، به چه صورت خطوط رو ترسیم کنیم. ترسیم خط تریگل لاین برای الگوهای هارمونیک. اینجا شما یه الگوی هارمونیک دارید، این محدوده مستطیل شکل که برای ترسیم خط تریگل لاین گفتیم از منشأ این لگ صعودی در امتداد ضلع این مستطیل یا اینجا مثلثی که ترسیم کردیم یک خطی رو ترسیم میکنیم از شادو به کلوز و با شکستش میتونیم وارد پوزیشن بشیم. یا اینجا هم شما یک الگوی هارمونیک دارید که
برای این هم خط تریگر لاین که میتونیم ترسیم کنیم از منشأ این حرکت از شادو به کلوز به این شکل خط تریگر لاین رو میتونیم برای این الگوها داشته باشیم. سوالی که اینجا پیش میاد این هستش که آیا ما بعد از شکست خط تریگر لاین در تایم تریگر منتظر پول بک باشیم یا نباشیم؟ برای پاسخ به این سوال باید به چند مورد توجه کنیم. یکی از مواردی که باید بهش توجه کنیم اینه که تایم ما مربوط به چه تایمی هستش. آیا تایم بالا هست یا تایم پایین؟ اگر تایم ورود شما مربوط به تایم بالا باشه، برای تایم بالا باشه، خب به این ارزش این رو داره که ما منتظر پول بک باشیم. پس و اگر مربوط به تایم‌های پایین باشه خب ممکنه موقعیت رو از دست بدیم. پس یکی به تایم شما برمیگرده، به تایم ورودتون برمیگرده. و یکی دیگه این که با چه ستاپی ورود کردید. آیا ورود زود هنگام داشتید یا نه؟ مثلا شما در ستاپ ماهیت و زمانی که قیمت به یک سطح میرسه هنوز پیوتی تشکیل نشده. اگر با ستاپ ماهیت ورود دارید خب احتمال این که قیمت یک برگشتی رو انجام بده بیشتر از زمانی هستش که در تایم ساختار پیوت تشکیل شده و شما میایین در تایم تریگر بخواین در ریترن تو پیوت با شکست خط تریگر لاین ورودتون رو انجام بدید. پس زمانی که در ریترن تو پیوت در ستاپ ریترن تو پیوت دارید ترید انجام میدید احتمال این برگشت به 50-50 میخوره. ممکنه 50% قیمت برگرده، ممکنه 50% هم به سطح شکست شده ما برگشت انجام نده. و در ستاپ ماهیت چون هنوز پیوتی تشکیل نشده این درصد احتمالش بیشتر هست که زمانی که خط تریگر لاین شما در تایم تریگر شکسته میشه قیمت بعد از اینکه میاد این گره پیش روی خودش رو نقص میکنه یک برگشتی به سمت سطح شکسته شده انجام بده که این برگشت در واقع معادل هستش با همون ریترن تو پیوت. باید توجه کنید که آیا شما بر اساس ستاپ ماهیت دارید ترید میکنید. خب اگر بر اساس ستاپ ماهیت دارید ترید میکنید خب باید منتظر پول بک باشیم و خروج مناسب رو انجام بدیم. چرا؟ چون قیمت احتمال یک برگشتی به سمت خط شکسته شده رو داره و اگر بر اساس اون ستاپ مثلا ریترن تو پیوت دارید این کار رو انجام میدید خب این برگشت احتمالش چیه؟ کمتر هستش. اما در اکثر گفتیم 80% موارد ما این پول بک به سطح شکسته شده رو داریم و در 20% موارد احتمال حرکت های شارپ هستش. اگه بخوایم یه تقسیم بندی دیگه هم برای خطوط تریگر لاین داشته باشیم در برخی از موارد شما خطوط تریگر لاینی که ترسیم میکنید پشت سر اون خط تریگر لاین یک الگوی حالا 1 2 3 دایورجنس وجود داره که مسلما این خطوط تریگر لاینی که پشت سر اونها الگو و چارت پترن هست بهتر هستن. چرا؟ چون این الگوها میتونن به ما دیدگاه حرکتی بدن و همچنین الگوها به ما تارگت میدن. خب این نکات و مواردی بود در مورد تریگر لاین، نحوه ترسیم خطوط تریگر لاین که امیدوارم براتون مفید واقع بشه و تا ویدیوی بعدی بدرود.